درود به مهمانان صحیفه هزار کتاب و هواداران کلامی بده. و شما استراحت خوب و باریده آرزومندیم. با صحبتمان از کتاب و احترام کتاب آرزومند آن هستیم که دائما با کتاب همنشین و با کتاب هم صحبت باشد. کتاب سیومی که در صحیفه هزار کتاب درباره آن معلومات می‌دهیم، کتاب عزیز تحت عنوان حکایه ها می باشد. کتاب نامبرده در مؤسسه نشریه معارف سال 2018 نشر گردیده است. آن از 48 صحیفه یعنی 325 جزء چاپی عبارت بوده. مقابل آن و صحیفه های درونی کتاب رنگه بوده، در آن تصویرها وابسته به محتوای حکایه ها جای داده شده است. کتاب با صفت اعلی در مطبعه جمعیت دارای مسئولیتش محدود پلیگراف گروپ با تعداد 5300 نسخه چاپ شده است. مندرجه کتاب از حکایه های زیرین عبارت می باشد. فاضل طبیب، صورت مادر، بهار آمد، 10 سامانی، قلمدان، قدر انسان، خوسه برادران، خواهش پدر، معاش اولین، کتاب کهنه، نیت نیک، گرگ، استاد. این کتاب برای خوانش بیرون از صنفی خوانندگان دستور خوب است. آن را می توان از مغازه های کتاب دسترس نمود. این بود معلومات مختصر درباره کتاب عزیز تحت عنوان حکایه ها. نوابسته از تضادهای زندگی با شما تنها کتاب همنشین و همصحبت است. زیرا یگانه دوستی که شما را فریب نمیدهد و بی آزار است این کتاب می باشد. کتاب خوانید و با ما باشید. پخش نمودن تگمچه قید را فراموش نکنید. خیر دوستان عزیز، تا نشری نوبتی صحیفه هزار کتاب.